حالا که جام جهانی شروع شده به نظرم بد نباشه بریم و یه بار دیگه مسیر قهرمانی آرژانتین توی جام جهانی 2022 رو با هم بررسی کنیم. آرژانتین توی جام جهانی 2022 توی گروه نسبتاً راحت C با لهستان، مکزیک و عربستان همگروه بود. اونا توی اولین بازی گروهی با یه عملکرد بسیار ضعیف از عربستان 2-1 شکست خوردن و یه شروع ناامید کننده داشتن. ولی توی دومین بازیشون توی مرحله گروهی با مکزیک تونستن جبران کنن و این تیم رو 2-0 شکست دادن. بازی آخرشون توی مرحله گروهی مقابل لهستان هم تونستن با نتیجه قبلی یعنی همون 2-0 این تیم رو شکست بدن و به مرحله حذفی رقابت‌ها راه پیدا کنن. آرژانتین توی اولین بازی مرحله حذفی مقابل استرالیا بازی نسبتاً راحتی رو داشت و با اینکه موقعیت زیادی هم از دست داد اما تونست در نهایت با درخشش مسی این بازی هم 2-1 شکست بده و به مرحله بعدی حذفی صعود کنه. توی مرحله بعدی حذفی یکی از خفن‌ترین بازی کل تورنمنت رو داشتیم و آرژانتین مقابل هلند آماده قرار داشت که تونستن توی وقته قانونی بازی رو 2-2 مساوی کنن و بازی که 14 کارت زرد و 1 کارت قرمز داشت در نهایت با نتیجه 4-3 توی ضربات پنالتی به سود آرژانتین تموم شد. بازی فینال هم همونطور که خودتون میدونین یکی از بهترین بازی‌های کل تاریخ بود و آرژانتین با اینکه امباپه تو اون بازی هتریک کرد تونستن بازی 3-0 مساوی کنن و توی ضربات پنالتی قهرمان جام جهانی 2022 قطر بشن.